دوره پیله میپردازه به یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که آدما توی زندگیشون، کسب و کارشون و حتی میتونم بگم روابط شخصی و خانوادگیشون باش مواجهن. اونم موانعیه که جلوی شکوفا شدن و جلوی شکفتن اون ظرفیتی که دارن رو گرفته. عموما ما اینطوری هستیم که فکر میکنیم موفقیتی که میتونیم کسب بکنیم، رشدی که میتونیم بکنیم، کیفیتی که میتونیم تجربه بکنیم یه سقفی داره و ما تو بهترین حالت میتونیم بریم اون سقف رو تاچ بکنیم. پیله تا این قسمت در واقع اصلا تمرکزی نداره و به این کاری نداره. موضوع تکون دادن خود اون سقف است. یعنی من چطوری میتونم اون سقف رو در واقع بردارم و برم بالای اون سقف قرار بگیرم. به یه معنا موانع شناختی که سر راه من هست و منو سرکوب میکنه، خواسته های منو سرکوب میکنه و منو محدود میکنه که بیشتر از یه حدی رو نخوام، چه توی سازمان، چه توی زندگی شخصیم، چه توی زندگی فردیم. اونها رو در واقع میخوایم که تو پیله شناسایی کنیم و ازشون عبور بکنیم. مثل کاری که یک کرم داخل پیله تجربهش میکنه. پرواز کردن سقفیه که یک کرم با بزرگتر شدن و قشنگتر شدن و نمیدونم کرم آرومتری شدن و اینا نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. تحول انگار تو شخصیتش تحولی، تو اون چیزی که هست یه تحولی به وجود میاد که دسترسی پیدا میکنه به پرواز. برای همین استعاره فوق‌العاده‌ای برای اون اتفاقی که تو این دوره خاص میفته. ما توی پیله تمرکزمون روی شناسایی این سقف‌ها و این محدودیت‌هایی است که در واقع به یه معنا خودمون هستیم و جلوی شکوفا شدنمون، جلوی رشدمون رو گرفتن، اینا رو شناسایی میکنیم و در واقع فراتر از اینها دسترسی پیدا میکنیم به شیوه‌هایی از بودن و عمل کردن که محدودیتی اون رو در واقع سرکوب نکرده. به نظرم برای همون کسایی که احساس میکنن یه چیزی رو میخوان عمیقاً ولی نمیشه، یه چیزی رو نسبت به شوق دارن اما ممکن نمیبیننش، راه حلی به ذهنشون نمیرسه. پیله فرصت خوبه برای اینکه عمیق بشن روی اینکه چی میشه که این به عنوان یه چیز نشد و نمیشه به نظر من میرسه و در واقع تو اون چیزی که هستن تحولی به وجود بیارن که اون چیزی که به شوق دارن ممکنه سطح درآمد خاصی باشه، راه اندازی کسب و کار جدید باشه، کیفیت خاصی تو روابطشون باشه که مشتاقن براش ولی احساس میکنن غیر ممکنه، احساس میکنن نمیشه، احساس میکنن من برای این ساخته نشدم، احساس میکنن زندگی که دارم تجربهش میکنم ظرفیت چنین چیزی رو نداره. پیله فرصتی، یعنی عمدن به گونه‌ای طراحی شده که دقیقاً رو اینجا تحول به وجود میاره و واقعاً هم تحول به وجود میاره. از یه طرف به نظرم برای این افراده و از یه طرف برای کسایی که احساس میکنن اشتیاقی ندارن، یعنی چیزی تو زندگی اونها رو به وجد نمیاره، اصلا از صبح که بیدار میشن اشتیاقی برای زندگی کردن ندارن، چه کسب و کارشون چه زندگی شخصیشون توأم با ملال و تکرار پیش میره و در واقع اون چیز هیجان انگیزی که آدما دوچارش میشن و با عشق و هیجان زندگی رو دنبال میکنن، حل مسئله میکنن، چالش‌ها رو در واقع حل میکنن، احساس میکنن رد این تو زندگیشون وجود نداره. پیله باز به گونه‌ای طراحی شده که برای این افراد اون چیزی که اون اتفاقی که اونها رو به وجد میاره و براشون منشأ شوق، امکان فوق‌العاده‌ای توی زندگی، فضایی به وجود آورده که این پیدا بشه و در واقع من زندگیم رو بعد از پیله حول اون امکانی که منو به وجد میاره و برام منشأ شوق و انرژی فوق‌العاده هست ادامه بدم و زندگی رو تجربه بکنم. برای هم به نظر من مهم نیست شما شغلتون چیه، تحصیلاتتون چیه و در واقع تو چه حوزه‌ای دارین فعالیت میکنین. اگر هر کدوم از این دوتا ویژگی رو توی نوع تجربه کردن زندگی دارید، پیله فرصت فوق‌العاده‌ای برای اینکه گشایش و تحولی توی اون چیزی که اسمش زندگی هست برای خودتون پدید بیارید. کسی به ذهنم نمیرسه. به نظرم هر کسی که احساس میکنه ولو کنجکاوی داره برای اینکه ببینه تو این دوره چه اتفاقی هست، این کنجکاوی تصادفی نیست و در واقع نشون میده یه چیزی تو زندگیش هست که باهاش دست پنجه داره نرم میکنه و من به نظرم همین کافیه برای اینکه یه فردی توی پیله باشه. تمایزش با دوره پیشوایی به نظرم دو تا تمایز کلیدیه. یکی این که توی پیشوایی خب ما مسیر کامل
تحول رو بهش میپردازیم. توی پیل ما to the point متمرکز میشیم رو اون قسمت خلق یه آینده فوق‌العاده، خلق یه آینده وجدآور. یعنی شاید بخش عمده انرژی ما در واقع متمرکز روی اون خلق آینده که ما تو دوره پیشوایی خب کمتر روی این تمرکز میذاریم. برای همین اتفاقا پیله برای کسایی که پیشوایی شرکت کردن دوره پرقدرت تری میتونه باشه، برای اینکه در واقع اون چیزی که تو پیشوایی تجربه کردن اینجا در واقع به اوج برسوننش. منتها این پیش نیاز رو هم نداره، یعنی کسی که دوره پیشوایی شرکت نکرده باشه اون بخشی که نیاز داره برای اینکه بتونه آینده فوق العاده خلق کنه خود دوره پیله گذاشته شده و در واقع تجربه میشه برای افراد. این تمایز اولشه. تمایز دومش تا حدودی توی روش برگزاری دوره هست. کماکان روش در واقع مبتنی بر تجربه زیسته و تحولی هست، ولی تکنیکی که توش استفاده میشه مقدار متفاوته. به اون بخش پویش ها و در واقع اون تجربه زیسته افراد بیشتر پرداخته میشه و اون اتفاقی که حالا منجر میشه به خلق یک آینده تحولی برای افراد تمرکز بیشتر روی اون قسمت خلق آینده است. ببین خیلی سخته، چون من که نمیدونم تو اون دورا چه دورایی منظور شماست، چه دورایی الان هست اصلا و اونا چی کار میکنن. من میتونم تاکید بیارم رو اون کاری که ما تو دوره انجام میدیم. کاری که ما تو دوره انجام میدیم در واقع ایجاد تحول توی اون گفتمان ذهنیه که من توش هستم، یعنی اون چارچوب‌های ذهنی رو ما شروع میکنیم جابجا کردن. محدودیت توسط خود ما با تصوری که از گذشته داریم و تصوری که از آینده داریم شکل گرفته و در واقع ما تو اون محدودها، تو اون دیوارهای بسته شروع میکنیم به خواستن و عمل کردن. ما به جای اینکه نکته رو ببریم روی اینکه چی بخواه و چطوری عمل کن، اون محدودیت‌ها رو شروع می‌کنیم جابجا کردن و در واقع از اون محدودیت فرصتی برای عبور و فرا رفتن به وجود میاریم و تو اون وسعتی که فرد پیدا میکنه از محدودیتاش در واقع فراتر میره. خود به خود اون چیزی که فرد میخواد و اون طوری که عمل میکنه دوچار جهش و دوچار یک لول اپی نسبت به گذشته میشه. یعنی تمرکز ما روی اینی که چه چیزی بخواه و چگونه براش عمل کن نیست. تمرکز ما روی از میان برداشتن محدودیت‌هایی که فرد رو در واقع گیر انداخته، سقف‌های شناختی برای فرد به وجود آورده و در واقع سرکوب میکنه استعداد و مهارت و توانایی‌های افراد رو. روی برداشتن این و عبور از این تمرکز داره پیله، چه برای فرد چه برای سازمان و کسب و کار. این تمایزی که به نظر من دوره‌های تحول با دوره‌های توسعه فردی داره، تو دوره‌های توسعه شما اون چیزی که هستی رو شروع می‌کنی بزرگتر کردن، مهارت‌هاش رو بیشتر کردن، دانشش رو بیشتر کردن، در واقع وسعت دادن به همون چیزی که از قبل بود. دوره‌های تحولی به اون چیزی که از قبل بودین وسعت نمیده، بلکه اون چیزی که از قبل بودین رو متحول می‌کنه. یه کرم هر چقدر کرم بزرگتری بشه، وسیع‌تر بشه، دسترسی به پرواز پیدا نمیکنه. یعنی اون کیفیت‌ها و اون ویژگی‌هایی که از قبل نداشته رو به دست نمیاره. تو توسعه فردی اون چیزی که شما از قبل داشتید و بیشترش میکنید، بزرگترش میکنید، وسعت بهش میدید. یه دانشی رو از قبل داشتید بیشترش میکنید، یه مهارتی رو از قبل داشتید تقویتش میکنید. ولی چیزی که دسترسی بهش نداشتید و اصلا نمیدونستید یه همچین چیزی هم وجود داره، دسترسی بهش پیدا نمی‌کنید. حالا چه ویژگی‌های شخصیتی باشه، چه یه تصویری از آینده باشه. تو دوره‌های توسعه معمولاً همون تصویری که از آینده وجود داره بزرگتر میشه. ولی شاید من ساخته شدم برای یه چیزی کاملاً متفاوت و کاملاً متحول نسبت به اون چیزی که از گذشته تا الان تجربهش کردم. چطور من میتونم به اون چیز متفاوت که شاید هیچ ردی هم از گذشته توش وجود نداره به یه چیز کاملاً متفاوت از گذشته است دسترسی پیدا بکنم؟ به نظرم آدم‌های توسعه یافته موفق میشن اون چیزی که از گذشته داشتن رو دائما رشد بدن و وسعت بدن. ولی آدم‌های فوق‌العاده آدم‌هایی هستن که میتونن متحول کنن به یه چیز کاملا متفاوت و کاملا نو، اون چیزی که خودشون هستن و اون چیزی که سازمانشون هست و اون چیزی که زندگیشون هست. پیله بیش از این که رو توسعه تمرکز بذاره، روی تحول متمرکزه.
قول پیله اینه که افراد در انتهای پیله اون چیزی که هستن رو متحول کردن که در نتیجهش جهش در تجربه درونی که دارن و جهش در عملی که انجام میدن رو دارن تجربه میکنن.